ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم. یعنی اون مذاکراتی که به نتیجه رسیده توی تفاهم نامه تو این زمان بندی بود انجام بشه، الان ما هماهنگی میکنیم، گفتگو میکنیم برای تحقق اونها. بعد من توضیح خواهم داد. تا اینا تحقق پیدا نکنه اصلا وارد بقیه بندا نمیشه. لذا پس ما الان در حال گفتگوییم. الان تصمیم گیری شد و ما یک در حقیقت ایران و آمریکا و لبنان بنا شد که یک کمیته مشترک رو اونجا بگذارن که نظارت بر این بکنه و این پایان جنگ رو و این حاکمیت ملی لبنان رو در اونجا عرضم حضور شما مستقر کنن که الان پیگیری اجرایی همین پیگیری‌های جدی ماست که میگم گفتگو ادامه داره و ما تا اینها رو تثبیت نکنیم، این 5 بند رو که یکیش لبنانه نهایی نکنیم، اصلا به مرحله بعدی اجرای بقیه بندها نمیریم.